3, 2, 1. Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go. امروز با یه برنامه جدید اومدم که تا حالا مثلش رو ندیدید. توی این برنامه به 3 تا گروه بچه‌ها تقسیم میشن و بین این 3 تا گروه باید مسابقه اکتینگ بدن. حالا تو ادامه میبینید ولی این دفعه داور بازی شمایید. بریم که رفتیم. سلام، خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ قربونت، منم خوبم. خودتو معرفی میکنی؟ اسم، سن، حرفه کاری و قدت. من بیتام، 23 سالمه، بازیگر تئاترم، قدم 163. گفتی تو تئاتر کار میکنی؟ بله، 1 ساله حدودا. 1 ساله، پس آشنایی با این فضا؟ تقریبا. دوربین با تئاتر خیلی فرق داره ولی. آره، استرسی میشی یا نه؟ نه. این که وسط اجرای من میخوام پیتزا سفارش بدم. خب، بیتا بازیگر مورد علاقت کیه؟ مد نیکلسون. به چه دلیلی دوستش داری؟ باحاله، هیچ اکت خاصی نمیتونه با قیافش بره ولی نقششو در میاره. ژانر مورد علاقت چیه؟ فانتزی، درام، سورئال. درام؟ آره. خیلی سوبر نیست؟ سوبر توی. خیلی بچه. اوکی، میتونم من پاشم برم. اگه قرار بود به طور حرفه‌ای یه فیلمی رو بازی میکردی توی چه ژانری بازی میکردی؟ و به نظر تو کدوم ژانر کلا مهارت داری؟ شاید همون درام یا جنایی. جنایی؟ جالب شد. جدی؟ آره، به نظرم جنایی به ته مغزم میاد، میتونم درش بیارم. اگه قرار بود تا آخر عمرت یه فیلمی رو کلا نگاه میکردی چه فیلمی بود؟ داگتوس. داستانش چیه؟ داستانش در مورد یه خانواده‌ایه که بچه‌هاشون رو لاکداون کردن و چیکار کردن؟ ایزوله نگه میدارن تو خونه. خفه شد. خیلی زبون داره، من نمیتونم جلوی یکی رو بگیرم. کمک. ایزوله کردن تو خونه نگه میدارن و اون بچه‌ها کلا از دنیای بیرون هیچ خبری ندارن. یه جوری که معنی کلمات هم براشون عوض کردن. مثلا فکر میکنن تلفن یعنی نمکدون. به این صورته. بعد خیلی ترن باحالی داره، یهو جنایی میشه. ترن خیلی باحالی داره. اوکی. تاثیرگذارترین فیلمی که تا دیدی چی بوده؟ لابستر. لابستر؟ چه تأثیری روت گذاشته حالا؟ تأثیر خاصی نذاشته. به نظر میتونه تاثیرگذار باشه ولی. جدی؟ این فیلمیه که عمق داره، یعنی درسته که سورئاله و اصلا هیچ جنبه ایش واقعی نیست ولی از نظر روانشناسیش به نظرم به نکات خوبی داره اشاره میکنه. بدترین فیلمی که توی عمرت دیدی چی بوده؟ جدی بگو. بدترین فیلم سالو. فیلم باحالیه، فیلم خیلی خفنیه، کارگردانش عملاً به خاطر ساخت این فیلم ترور شده ولی واقعا فیلم حال به هم زنیه. دوست داشتی جای کدوم یکی از بازیگرای سینما بودی؟ ان هثاوی خیلی دوستش دارم. آره واقعا خیلی خوشگله. خیلی خوبه. کاراکتر مورد علاقت توی فیلم کیه؟ ددپول. جدی؟ آره. خیلی فانه. واقعا فانه. حال میده باش هنگات. توفانیه توفانی. آره. رسیدیم به سوال جذاب. دوست داری پارتنر مقابلت که قراره تو گروه هم دیگه باشید چه ویژگی داشته باشه که بتونه بردتون حساب باز کنی؟ گارد نداشته باشه نسبت به بازی کردن. یعنی که بگه من اینجا رو نمیتونم، این قسمت رو نمیتونم نداریم، باید شل کنه بازی کنه، همچین چیزی. حتی اگه صحنه‌اش خیلی چیز باشه. نه من بچه‌ها منظورم به خدا صحنه‌ای اوکیه، منظورم خیلی احساسی میشه. نه منظورم گریه کردن و اینجور داستاناست. آره خب اینا مثلا یه ذره تکنیکیه ولی خب قطعاً بتونه خودش رو برگردونه به یکی از خاطراتش میتونه این کار بکنه. نه منظورم اینه که خشک بازی نکنه دیگه، همین.
میتونه به برد کمک کنه. از اونجا که فعلا نمیدونی هم تیمیت کیه، به نظرت تیم چندم میشی؟ تلاش خودمون میکنیم اولش. تلاش میکنیم. خب بیتا رسیدیم به بخش مونولوگ و ما یه مونولوگ آماده کردیم که الان برگر رو بهت میدیم و باید اون یه تیکه رو اجرا کنی. اون یه تیکه از صحنه‌ای که حالا انتخاب شده. اوکیه؟ اوکی. بریم سراغش؟ بریم. آماده ای؟ بله. جدی؟ I hate feeling like this. It's so pathetic. Do people like you ever feel this way? I figure you don't. You seem so perfect all the time. The Lord must have been generous to you. He never answers any of my prayers. از این حس و حالی که دارم متنفرم. حالمو به هم میزنه. امثال تو هم همچین حسی رو تجربه میکنن؟ فکر نکنم. شما که همیشه دنیا به کامتونه. خدا دوستتون داره آخه. دعای منو که هیچ موقع نمیشنوه. نمیدونم چرا. مگه من چه گناهی کردم؟ مگه چه مشکلی دارم؟ اگه میدونی به هم بگو شاید بتونم اصلاحش کنم. نمیخوام عاقبتم بشه مثل مامانم. میخوام مثل اون دخترها توی فیلم‌ها رو صحنه برقصم، قشنگ باشم، زیبا باشم. خیلی دلم میخواد جای اونا باشم. همه چی تموم باشه. آدمای زیادی دوستم داشته باشن تا شاید این همه بدبختی و عقده‌ای که توی قلبم مونده یه ذره تسکین پیدا کنه. من بدبختم. نه خوشگلم، نه تو دل برو، نه دوست داشتنی. باهوشم نیستم. نه بامزدم، نه با اعتماد به نفس. دقیقا همونی هم که مامانم میگفت. ضعیفم. نمیفهمم چرا. گناهم چیه؟ میدونم چه کارایی کردم. میدونم کارای بد، چندش، شنی، حال به همزن. الان پشیمونم ولی اون موقع لذت بخش بود. اون موقع که داشتم حال میکردم با اون کارا. کاش نمیکردم ها. کاش بهم حال نمیداد. ولی داد. کاریش نمیتونم بکنم. قربان شما. سلام، خوبی؟ سلام، مرسی، ممنونم. اونجا که شخصیت جدیدی هستی میخوام که خودتو کامل معرفی کنی. امیر محمد فشیم 24 سال همه. چی؟ تو حوزه فشن فعالیت میکنم. حالا به اصطلاح مدلم. بعد اینکه اصالتا کرد دیگه چی بگم؟ جدی؟ قدم هم 1.90. چه حسی داری که الان میخوای بازی کنی؟ تجربه باحالیه به نظرم. آره اوکی. حالا تجربهشو داشتی که بخوای مثلا توی موزیک ویدئویی جایی؟ ببین آره موزیک ویدئو داشتم ولی خب بازی کردن بازم فکر می‌کنم متفاوته دیگه. یعنی یکم کلا اصلا فرق میکنه دیالوگ گفتن و اینا. خیلی سخت‌تر و حرفه‌ای‌تر به نظرم. آره. بازیگر مورد علاقت کیه؟ بازیگر مورد علاقم اسمی که الان تو ذهنمه متئو مکانهی. چرا دوستش داری؟ ببین من خودم وقتی فیلم نگاه میکنم دوست دارم شخصیت رو بفهمم. بعد مکانهی این کار باهات میکنه. مثلا فیلم اینترستلار یا مثلا سریال ترو دیتکتیو همش درکش میکنی کاملا. این ارتباطه رو با بازیگر میگیری. واقعا. آره سر اون من مکانهی خیلی دوست دارم خودم. ژانر مورد علاقت توی فیلم؟ ژانر مورد علاقم جنایی خیلی دوست دارم. رمز و رازدار رو چی میگن رازآلود خیلی دوست دارم. دوست دارم فیلم یکم درگیر کنه آدمو دیگه. یکم فکر کنی راجبش. آره. جنایی پس دوست داری؟ جنایی آره. اگه قرار بود یه فیلمو تا آخر عمرت میدی اون چه فیلمی بود؟
قطعا هری پاتر. جدی؟ من عاشق هری پاترم، پاترهدم من. الان تتوش هم دارم. میشه نشونش بدی؟ آره یکی اینه، نه اینه دیگه، یکی این 9 و 3/4 چه بامزه که والا اسم ایسکاشون بود، یکی هم که یه دونه از تلسماشونه. خیلی پس فنشی. آره شدید. اگه قرار بود یه فیلم رو به عنوان شاهکار به یه نفر معرفی می‌کردی، من خودم فیلمی که دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم با اینکه نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، اینترستلار بود. آره. یعنی تو اون فیلم رو میبینی اشک از چشات میاد ولی نمیدونی چرا تو اولین بار که میبینی، ولی من اونو خودم خیلی خوشم میاد واقعا. آره. بدترین فیلمی که دیدی چی بوده؟ اوه یه فیلم بود 1000 پای انسانی. وای نه تو رو خدا نگو. وای خیلی افتضاح بود. من زیادم نتونستم ازش ببینم ولی هنوز با کابوسشو میبینم. خیلی فیلم بدیه. وای خیلی بده. خیلی بده. اصلا وارد جزئیات نمیشم، فقط اینو بدونید که اصلا نرید سمتش، ولش کن. آره ولش. از اونجا که هنوز تیمت مشخص نشده، دوست داری که پارتنری که باش بازی میکنی چه ویژگی داشته باشه؟ ببین راحت باشه دیگه، نخنده. من نمیدونم چی قراره بازی کنم ولی اگه چیز جدیه نخنده خیلی بهتره، چون منم میخندم حتی. آره بعد به بازم خیلی ناراحت میشم، شب خوابم نمیبره. به نظرت تیمتون چندم میشه؟ تیممون آخه به خیلی چیزا بستگی داره ولی ایشالا که اول شه. نمیدونم، دوست دارم اول شه ولی نمیدونم واقعا. Well, you look nervous. Is it the scars? You want to know how I got them? Come here. Hey. Look at me. So I had a wife. She was beautiful. Like you. عصبی به نظر میای. به خاطر زخمای رو صورتمه؟ میخوای بدونی چه اتفاقی براشون افتاده؟ من یه همسر داشتم که دقیقا مثل تو زیبا بود. همیشه ازم میخواست بیشتر بخندم و انقدر نگران نباشم. اون قمار میکرد، کلی بدهی بالا آورد و طلبکارا صورتشو خط خطی کردن. ما پولی واسه جراحیش نداشتیم، اون نمیتونست این وضعیت رو تحمل کنه. من فقط میخواستم دوباره لبخندش رو ببینم. میخواستم بدونه که زخماش برام اهمیتی نداره. بس یه تیغ برداشتم و این کارو با خودم کردم. فکر می‌کنی بعدش چی شد؟ اون منو ترکم کرد. واسه همینه که از این به بعد همش میخندم. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ مرسی، تو خوبی؟ قربونت. خودتو معرفی کن. صدفم. چی بگم دیگه؟ 176 قدمه، 27 سالمه. خب تا حالا تجربه یا پیشنهاد نه همین الان که دقیقا هم دیدی افتادم اینطوری نداشتم. بچه اوکی. بازیگر مورد علاقت؟ مریم امیرجلال. جدی؟ ایول واقعا یکی از بازیگرای مورد علاقه. یه حساب بشم قشنگ دیگه خودشم. خب خوبه. پس چه حسی داری که الان قرار نقش بازی کنی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ واقعیت نه، تا حالا که بهش فکر نکردم و خیلی هم استرس دارم چون اولین باره که قراره توی همچین جایی باشم و امیدوارم که به خوبی بتونم پسش بر بیام. ژانر مورد علاقت تو فیلم ها؟ من فیلم های ترسناک خیلی میبینم. خب و اینکه سریال اینا هم زیاد دارم. ژانر رو هم میتونم بگم بیشتر ترسناک و اینا. فیلم های تخیلی اینا هم باحال بامزه است. بامزه است. اگه قرار بود یه فیلم رو تا آخر عمرت میدیدی چه فیلمی بود؟ اونجا که گفتم خیلی سریال میدیدم که سریال سی رو خیلی دوست دارم، 3 بارم دیدمش. و همون واقعا سی رو به عنوان یه سریال آره بی‌نظیر بود. توش کی بود بازی کرده بود؟ جیسن موموا. آره. دوست داری توی تیم طرف مقابل چه ویژگی داشته باشه که بتونی برنده بشی؟ کارو جمع کنه دیگه. تو کارو جمع کنه دیگه. من وایسم نگاهش کنم کارو جمع کنه. ان شاءالله که بتونیم ببریم. ان شاءالله.
بریم که مونولوگ تو بخونیم. اوکیه؟ البته بخونی. استرس داری؟ بریم. خیلی. بسم الله. اوکی بریم. We were happy pretending to be other people. We were the happiest couple we knew. And what's the point of being together if you're not the happiest? But Nick got lazy. He became someone I did not agree to marry. وقتی که من نیکتان رو دیدم میدونستم که این دختر باحال میخواستش. اعتراف میکنم که به خاطر اون حاضر بودم هر کاری انجام بدم. نیک چیزایی از شخصیت من بهم میگفت که نمیدونستم اصلا وجود دارن. سبکی، طنز، سهولت. ولی من اونو باهوشتر و زرنگ‌ترش کردم. من الهام بخش اون بودم تا سطحش بیاد بالاتر. من مرد رویاهامو ساختم. ما به اینکه تظاهر کنیم افراد دیگه‌ای هستیم خوشحال بودیم. ما شادترین زوجی بودیم که میتونستیم ببینیم. فایده با هم بودن چی اگه شاد نباشی؟ ولی نیک تنبل شد. تبدیل به مردی شد که اصلا قبول نمی‌کردم بخوام باهاش ازدواج کنم. اون در واقع انتظار داشت که من اونو بی قید و شرط دوست داشته باشم. فکر می‌کنی من میذارم و منو نابودم کنه و بخواد بهم بخنده؟ به هیچ وجه. 3 2 1 سلام، خوبی؟ سلام، مرسی. خودتو معرفی می‌کنی؟ دانیال هستم، 18 سالمه. دیگه چی باید بگم؟ قدم ببین اپیزود اونو بگم مثلا. نه هیچی بگم. ولش 193 4 تو رو. خب اوکی. چه حسی داری که الان قراره نقش بازی کنی؟ ببین هیچ فکر نمی‌کنم هیچ استعدادی تو این زمینه داشته باشم. هیچ؟ آره واقعا چون استعداد داشتم، علاقه‌شو دارم واقعا، ولی استعدادشو نمیدونم. تا حالا همچین حرکتی نزدم. دانیال بازیگر مورد علاقت کیه؟ جیمز اسپیدر. همون که تو بلک لیست بود؟ آره. مگه دیدی سریال رو؟ آره خیلی باحال. دیدی؟ ژانر مورد علاقت؟ جنایی، درام، دیگه عاشقانه میشه همون درام دیگه تقریبا. جنایی هست. جنایی ها رو هستم دیگه. من بعضی وقتا از این سب نتفلیکس هست فیلم تینیجریا همجوری به تو هم میخوره اینجور شخصیت رو بخوای بری ببر. ولی با مزن، فقط بخاطر اینکه انگلیسی بهتر شه به درد میخورم. اوکی. فقط بخاطر انگلیسی بهتر شدن؟ آره. و چیزای دیگه هم داره؟ نه اونا رو تو بهتر میدونی دیگه. الو اگه قرار بود یه فیلم بازی کنی دوست داشتی تو چه ژانری بود؟ 100% یکی همون مزخرفای نتفلیکسی خیلی بهت میاد. آره. حالا نه کاری به مزخرف بودنش ندارم، ولی مثلا فکر کن با یه ماشین قدیمی کلاسیک بیایدم یه دبیرستان قدیمی آمریکایی، کد شرم و این داستانا. اگه قرار بود تا آخر عمرت یه فیلمو نگاه می‌کردی کدوم بود؟ یه فیلمو نگاه می‌کردی کن خیلی سوال سختیه. آره خسته نمی‌شدی ازش. سوال سختیه ولی میتونم بگم موکل شیطان. جرمه! دوست داشتی جای کدوم بازیگر بودی؟ چی نکنه؟ نه بلش کن. یه 2-3 تا فیلم بخواه اومد تو ذهنم، ولی جای کدوم بازیگر میتونم بگم. به تو خیلی افتر میخوره. آره میخواستم بگم اتفاقا فیلمش خیلی مزخرفه ولی خوب. آره با تیپ بازیگری اونطوری مثلا من هستم بازیگر، ولی در کل الان خودتو توصیف کردی؟ نه منظورم اون تایپ شخصیتی تو فیلمه بسه. اوکیه. به نظرت تیمت چندم میشه؟ همونجا که فعلا نمیدونی با کی قرار بیافتی. تیم نمیدونم ولی خب برد و باختش مهم نیست، حالا چندم بشیم مثلا چند تا تیم میشیم مگه؟ جایزه داریم. جایزه داریم؟ دوست داری ویژگی پارتنر مقابل چی باشه که به برنده شدن کمک کنه؟ تو برنده شدن زیاد اهمیت نداره، فقط دوست دارم فان باشه بخندیم. جدی؟ به خدا اصلا مهم نیست ببریم یا ببازیم. رسیدیم به پلان دوم و ازش میخوام که مونولوگی که براش انتخاب کردیم و برای بار اول ببینه، برگر رو بهش میدیم و بخونه، اجرا کنه. بریم؟ بریم. آماده ای؟ اوکیه.
Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. آقای قاضی، الان تموم شده. قصدی برای تلاش جهت آزادیم نداشتم. هیچ وقت آزادی رو نخواستم. صادقانه بگم دوست داشتم اعدام شم. میخواستم به دنیا بگم کاریو که کردم رو فقط به خاطر تنفر انجام ندادم. چون اصلا از کسی متنفر نبودم. میدونستم که مریض یا شاید هم خبیث یا شاید جفتش بودم. ولی خب حالا معتقدم که مریض بودم. دکترها در مورد بیماریم بهم گفته بودن. و الان یه آرامش نسبی دارم. میدونم چقدر آسیب وارد کردم. بعد از اینکه دستگیر شدم تمام تلاشمو کردم تا جبران مافات کنم. ولی هر کاری که میکنم نمیتونم آسیبی که وارد کردم رو جبران کنم. تلاشم برای کمک به شناسایی بقایای اجساد بهترین کاری بود که میتونستم بکنم. هرچند اونقدر کمک خاصی نبود. تمام شد. کوچیکم برای شما. سلام، خوبی؟ سلام، خوبم. تو خوبی؟ مرسی. خودتو معرفی میکنی؟ کمندم. سنت؟ 23 سالمه. قدت؟ 172. درسته. چه حسی داری که الان میخوای نقش بازی کنی؟ تا حالا تجربهشو داشتی؟ نه. اصلا توی حالا پروژه‌ای که رفتی؟ موزیک ویدیو بازی کردم ولی فیلم بازی نکردم تا حالا. یعنی بذاره خیلی‌ها توی مثلا بلایند دیتت میگفتن که این دختر خوراک فیلم بازی کردنه، بازیگری. نمیدونم چرا. به نظرت اصلا پتانسیلشو داری؟ نمیدونم، بریم امتحان کنیم ببینیم چی پیش میاد. بریم. بازیگر مورد علاقت کیه؟ بازیگر مورد علاقم لیوناردو دیکاپریوه. تو دخترها باید بگم تو پسرها باید بگم؟ فرقی نمیکنه. تو پسرها لیوناردو دیکاپریو پس. چرا دوستش داری؟ بیشتر فیلم‌های بچگیاشو دوست دارم. موقعی که تینیج بود فیلماشو خیلی دوست دارم. بسکتبال دایریزشو خیلی دوست دارم. چرا بود؟ اوکی. ژانر مورد علاقت تو فیلم؟ درام. درام عاشقانه. لاولی. وای. بهت هم میخواد همین نقش رو بازی. واقعا. اگه قرار بود یه فیلم رو تا آخر عمرت نگاه کنی، اون چه فیلمیه؟ من فیلم ساوت پارک رو فکر کنم بالای 10 بار دیدم. خیلی دوستش دارم. چپ دست. خیلی قشنگه. آره واقعا. دیدیش؟ خیلی قشنگه. فکر کنم هر سری هم که میبینم باش گریه میکنم. خیلی احساسیه. تاثیرگذارترین فیلمی که تو زندگی دیدی؟ خیلی خارجی گفتم. Beautiful Mind. اگه قرار بود یه فیلم رو به عنوان شاهکار به یه نفر معرفی کنی، اون چه فیلمیه؟ شاهکار؟ آره. من بیشتر سریال نگاه میکنم. بعد سریال بریکینگ بد رو خیلی دوستش دارم. یعنی وقتی که تمامش کردم افسردگی گرفته بودم جدا. اصلا تابستونم بود، تازه کنکور داده بودم، وقتم خالی شده بود. کل تابستون داشتم نگاهش می‌کردم. بعد آخر تابستون که تمامش کردم احساس می‌کردم مثلا یکی از نزدیکامو از دست دادم. مثلا حالم بد بود. واقعا دوست دارم. من موقعی که سیدیش میومد میگرفتم سری نگاهش می‌کردم. به خدا وای چه دورانی بود. دوست داشتید جای کدوم یکی از بازیگرا بودی؟ یعنی تو فیلم جاش بودم یا کلا جاش بودم؟ تو زندگی واقعی. مارگو روبیو خیلی دوست دارم. فیسشو خیلی دوست دارم. لبخنده، یعنی عاشق لبخندشم. نصف ملت فقط روشگراشن. کاراکتر مورد علاقت تو فیلم چیه؟ اتمیک بلاند. یه دختر از اوکی. الان نمیدونی که پارتنرت کیه توی مسابقه. دوست داری که چه ویژگی داشته باشه که بتونی برندشی باش؟ من چون یه ذره میخندم، زیادی میخندم، یه ذره استرسی ام، ترجیح میدم که پارتنرم یه ذره آروم باشه که کارو جمع کنه. خب یعنی اونم با من نخنده که ایشالله میبریم. جدی؟ به نظر تیمتون چندو میشه؟ چند تا تیمیم؟ 3 تا تیمیم؟ آره 3 تا تیم 2 نفره. دوم سوم میشه.
دوم سوم اول بیتا میشم مطمئنم بیتا اول میشه. خب وایسا. Because I've been to a million auditions, and the same thing happens every time, where I get interrupted because someone wants to get a sandwich, or I'm crying and they start laughing, or there's people sitting in the waiting room and they're like me but prettier and better at the because maybe I'm not good enough. من نمیرم. این منو میکشه. چرا میشه توضیح؟ چون من 1 میلیون بار تست بازیگری دادم و هر سری این اتفاق میفته. این که یکی میپره وسط اجرام که میخواد من نمیرم. این منو میکشه. چرا میشه توضیح بدی؟ چون من 1 میلیون بار تست بازیگری دادم و هر سری این اتفاق میفته. این که یکی میپره وسط اجرام چون یکی دیگه میخواد پیتزا سفارش بده، یا من دارم گریه میکنم همه شروع میکنن خندیدن به من، یا یه سری تو صف انتظار نشستن اونام یکی مثل منن یا حتی خوشگل‌تر و بهترن. شاید من به اندازه کافی خوب نیستم. چرا هست؟ نه نیستم. چرا؟ نیستم، نمیتونم باشم. شاید من یکی از اونام که همیشه میخواستن این کارو بکنن ولی این یه امید واهیه، میدونی؟ تو خودت گفتی رویاهاتو عوض کن و بزرگ شو. شاید منم یکی از همون آدمام قرار نیست که اینطور بشم. میتونم برگردم دانشگاه و چیز دیگه پیدا کنم که قراره اونجا انجام بدم. چون 6 سال قبل اونجا رو ترک کردم که این کارو کنم و دیگه نمیخوام انجامش بدم. چون فکر میکنم دیگه زیادی درد آوره. سلام. خوبی؟ سلام. احوال شما؟ خوبی؟ قربونت. خوبی؟ سلامت باشی. قربون شما. خودتو معرفی می‌کنی؟ من علیرضا هستم، 25 سالمه و حدوداً 3 ساله که توی حوزه فشن یا همون به اصطلاح مدلینگ دارم کار میکنم و قبلا هم چند تا کار گویندگی و دوبلوری هم انجام دادم. جدی؟ بله. پس آشنایی با این فضا؟ حدوداً. خب خوبه. و اینکه قدت چنده؟ 2 متر. 2 متر رو؟ 2 متر. 198. وای. رکوردمون هم زدم. واقعا رکوردم هم زد. دفعه دیگه یه دیو قرار نه منظورم جسارت نباشه، منظورم که قد بلنده اوکی هن. بابا نه منظورم میگه قدش بخورم. کات. چه حسی داری که الان قراره نقش بازی کنی؟ هیچ حس خاصی ندارم. جدی؟ نه شوخی کردم. خب هیجان زدم دیگه. یه مسابقه یه که باید یه سری اکتور بیایم و قضاوت بشیم و رای جمع کنیم و نظرت میتونی؟ رتبه بیاریم. امیدوارم که بتونم. بازیگر مورد علاقت رو میتونم بدونم؟ بازیگر مورد علاقم تو ایرانیا که پیمان معادی با اختلاف. جدی؟ خیلی دوستش دارم و خارجی هم که جک جیلنهالو خیلی دوستش دارم. واقعا خفنه. اگه دوست داشتی یه نقش بازی میکردی دوست داشتی که تو چه ژانری باشه؟ تو یه ژانر جنایی باشه ترجیحاً و نقش مثبت فیلم داشته باشم، مثل یه کارگاهی که خیلی خفن بازی میکنه و خیلی خفن سر از همه چی در میاره و رمز و راز همه چی کشف میکنه و به نتیجه دلخواهش هم میرسه. اگه قرار بود فقط یه فیلمو تا آخر عمرت نگاه میکردی چه فیلمی بود؟ سریال پیکی بلایندرز. جدی؟ واقعا تا حالا 5 بار دیدمش و 100 بار دیگه میبینم، یعنی وقت نکردم بیشتر ببینمش. آره. از اونایی که پس پروفایل تایلومشون نه در اون حد که دیگه نه، ولی خیلی یه همزاد پنداری خفنی با مثلا کلیه مورفی میکردم، مثلا حس میکردم که خیلی یه سکانسش بود چی میگفت؟ چی میخوده؟ نه دختر میگفت که هپی اور ساد، اینم خیلی جدی میگفت ساد. هپی اور ساد. تاثیرگذارترین فیلمی که تو زندگی دیدی؟ سریال چرنوبیل بود و یه سریال 8 قسمتی بود. خیلی باش ارتباط برقرار میکردم تا اینکه اوپنهایمر اومد، اثر کریستوفر نولان، و واقعا تحت تاثیرم قرار داد. واقعا حال کردم با فیلمش. بدترین فیلمی که تو زندگی دیدی؟ یه سری اثر کنجکاوی، من اصلا سینمای هندو نگاه نمی‌کنم اصلا. یه سری اثر کنجکاوی یه دونه سینماشون پلی کردم، فکر کنم دقیقه 12-13 بود، دقیقه 12-13 بود. تو یه سکانس درگیری یه خلافکار با یه موز
قلب یکی رو در آورد. چی؟ با موز قلب پلیس رو در آورد. اصلا خیلی خنده‌دار بود. و اصلا وقتی به اون سکانس رسید تلویزیون خاموش کردم، فقط گفتم فایده نداره دیگه. فرضاً میتونیم نقش اجرا کنیم. اصلا خیلی سخت. خیلی سعی کردم هضمش کنم که چجوری میشه با موز قلب یکی در بیاری. نمیشه واقعا نمیشه. دوست داشتی جای کدوم یکی از بازیگرا بودی؟ بازم جیک جنهال، چون زندگی نامش رو دنبال میکنم و لایف استایلش رو دنبال میکنم همچنان و واقعا حرفه‌ای زندگی میکنه. یعنی ورزشش سر جاشه، زندگی کاریش، حرفه‌ایش، بازیگریش سر جاشه و اینکه خیلی کم حاشیه است. چیزی که برای من خیلی قشنگه اینه که توی سینمای هالیوود واقعا کم حاشیه است. دوست داری که همگروهیت چه ویژگی رو داشته باشه که به برنده شدن کمک کنه؟ هم تیمیم دلم میخواد که اگه خیلی کمک کننده نیست حداقل انعطاف پذیر باشه که حداقل بتونم ساپورتش کنم از یه جهاتی. اگرم که بیتا باشه که خیلی قطعا اول میشیم. خب آماده ای مونولوگ تو بدیم؟ بریم ببینیم چیه؟ بریم. اونجا که میدونم که شخصیت فانی داری میدونی چه برد انتخاب کردم؟ چیه؟ واقعا؟ آره واقعا. چرا؟ بازم اوکیه. تو پول غرقم. یه از تلفنم داره زنگ میخوره، ببخشید. الو چطوری؟ ها به بچه ها برو $100,000 همینجور آتیش بزن بریزین دور برای حالش. بیت کوین 10 تا بیت کوین بده تو جوب بره. تو پول غرقم. یه لحظه تلفنم داره زنگ میخوره، ببخشید. الو اشتباه گفتم. ها با بچه‌ها برو $100,000 همینجوری آتیش بزن. برای حالش. ها بیت کوین 10 تا بیت کوین همینجوری بنداز تو جوب. بنداز تو جوب بره. کلید می باخو. ایداد می باختن ایداد. کلید می باخو ها رو دکوره. برش دار سوارشو با 100 کیلومتر برو تو دیوار. داغونش کن. خداحافظ. این گوشی رو نمیخوام بگیرش. اوکی. حسابی. خوب شد؟ آره. خب برای اینکه بچه‌ها بتونن هم تیمی خودشون رو انتخاب کنن، من از 3 تا پسرا خواستم که یه ایموجی انتخاب کنن و خیلی رندوم قراره دخترها یه دونه رو به انتخاب خودشون بردارن. چه ایموجی انتخاب کردی؟ چه انتخاب کردی؟ رزا گلزار. خب بیتا آماده ای که یه دونه از این ایموجی ها رو انتخاب کنی و هم تیمی تو انتخاب کنی؟ آره. رندوم. اوکیه؟ اوکی. خب نشون بده اول ایموجی رو. کرینگ. کدوم رو برمی‌داری؟ خب اوکی. فعلا نمیفهمی تا شات بعدی. خب ببینم چه ایموجی مونده. 2 تا بیشتر نمونده. کدوم رو برمی‌داری؟ اوکی. خب برای تو یه دونه بیشتر نمونده. ببینم دیگه حق انتخابی برام باقی نمونده دیگه. البته خودم دوست داشتم خودش استیکر رو گرفت. تنبل مثل آره خیلی دوستش دارم. با مزه است. خب بریم ببینیم که این ایموجی‌ها چه افرادی هستن که بهتون افتادن. چشای اون طرف هم بسته؟ نه چشای تو فقط بسته. خب چشتو باز نکن همچنان ولی اوکیه. بذار نمیتونم حدس بزنم کیه؟ فشیه؟ 1 2 3
باز کنم؟ آره. به خدا حدس نمیزدی. به خدا حدس نمیزدی. نه اون تیکه که اینطوری اومده بیرون گفتم که بعیدم نیست خود. بچه شما دو تاشو نقش میخواید بازی کنید. هر دوتون هم که فانید. واقعا نخند تو رو خدا نخند. خیلی فانه صدف که واقعا فانه. الان مسخره داری میکنی؟ یعنی چی واقعا؟ جدی میفهمی؟ من هم میخندم که چه نقشی رو تو نظرتون دارید که بازی کنید؟ بذار بریم سکانس دعوای محمد رضا گلزار و سارا بیات. کدوم قسمتشون رو زیاد با هم دعوا کردن؟ قسمتی بود که چیز شد، پاپت گم شد، سگ کوچولوی بود. آره گلزار چیزا رو گم کرد. خیلی بهتون. خیلی قشنگ. قشنگ تو ادب. آره اون مثلا باحال میشه به نظر من. آره برزم خیلی باحال میشه اونم باحال. من خودم اونو دوستش دارم. میتونی نقش محمد رضا گلزار خوب بازی کنی؟ عالی است. خب منم که باید گریه کنم و میخوای گریه کنی. آی گلزار رو بخشید. اوکیه. ما هم پیشا اصخایی میکنم. بریم. 1 2 3. الان باز کنم؟ نه اون داره میاد فقط. وایسا باز نکن هنوز. میخوای باز کنی؟ باز کنم؟ نه باز نکن. خب میخوای باز کنی؟ بله. باز کن. الو. وای بشین گفت نمیخوام پارتنرم بخنده. میخندی؟ زیاد. گفتم بعدم میاد ببازم. خب پس بنظرتون من تو نمیخندی کار جمع میشه یعنی نباشه. چه بنظر تیم چندم میشید؟ یعنی چی؟ حسمی الان باختی بازی نه دیدی که چقدر خوب بازی کرد. آره واقعا که من خیلی خوب بازی کرد. فکر کنم دوم راحت بشیم ها یا نه؟ شاید اول میشه. برگاه سکانسش خفنه نه؟ خیلی باحاله. رمیتوشن رو دور میدیم بچه‌ها. چالش برانگیزه. جدی کدوم شد پس؟ رولوشنری رود. اوه اون سکانس دعواشون. آره. بسم الله. اوکی به نظرتون خوب میتونید اجراش کنید چون که بیننده باید نمره بدن بهتون. فکر کنم باحال شه. نمره بدن که یعنی از بین کسایی که حالا شرکت میکنن. ان شاءالله که میتونیم. تمرین میکنیم. اوکی میتونید پس. اوکی. رسیدیم به 2 نفر آخر که اصلا معلوم نیست کیم. این چی میگن اصلا مشخص نیستش. اصلا چشتو ببن بیتا. باشه. کیه یعنی؟ سورپرایز. یعنی کیه؟ یعنی کی میتونه باشه؟ به نظرت کی میتونه باشه؟ گربه سی. گربه سیاه. الان اوکیه. اوکی باز کن اوکیه. نه میخوای پرجرنگ. خب من باید درجه ترکیه اینو ببرم. آقای گازی. به نظرتون نفر چندم میشید؟ یکی که اوکیه بازیش و یکی که اصلا اوکی نیستش. خدایا مرسی. اول میشیم آره. واقعا؟ آره. اوکی. آره. خب چیو میخواید انتخاب کنید؟ خیلی سکانس های خوبی داره. خب میشه بیشتر سکانسی الان انتخاب کردی؟ سکانسش رو انتخاب نکرد، فیلمش انتخاب کردی. چه فیلمی؟ Eternal Sunshine of the Spotless Mind. جیم کریو کی بود؟ کیت وینسن. خب بچه‌ها به پایان ویدیو رسیدیم و اینکه قسمت بعدی اجرای اصلیشون دیده میشه و اجرای خیلی خفنی فکر کنم داشته باشن چون که جایزه رو الان میخوام بگم که چیه. جایزه هر تیمی که برنده بشه 20 میلیون وجه نقد. هر تیم یعنی چی؟ نفر 10 میلیونه. تو بگو 100,000 تومان. پوله. راضی باشیم 100 دیگه. 100 دیگه تو بگو سر دلستر اصلا. حالا ببین سر همین 20 تومن سر لیموناد. و اینکه یه چی بهتون بگم که خیلی جالب باشه، شما الان باید کاری کنید که دل مخاطبا رو به دست بیارید چون که هیچ کسی اینجا نمره نمیده. نه شما نمره میدید نه من اینجا نمره میدم.
تنها کسی که قراره جاج کنه و نمره بده خود مخاطبان. خب چون که شما باید دل اونا رو به دست بیارید و یه چی دیگه هستش. خب بچه عدد یکو به سامانه نه بابا 1055 پیامک کنید و اینکه قراره نظرسنجی داخل کامیونیتی یوتیوب من گذاشته بشه طبق اون قراره برنده اعلام بشه توی قسمت بعدی. اوکیه؟ اوکی بریم. از همین الان ما اولیم دیگه راشه بریم. بزن به شماره کارتم. 67 99 65 60 99 24 بچه عکس نگرفتیم. عکس تامین نگرفتیم. اوه چه ساعت 5 اومده پایین. نه اوکیه. قبلا خیلی دلقش بودیم. نه به نظرم خیلی مشکل نداره. بریم. آقای قاضی الان تموم شده. قصدی برای تلاش آقای قاضی من میکنم قاضی. آقای قاضی آی راجی داریم تایم میکشه. ببین ق و گ تو رو خدا این دوتا جدا هست. اینا رو بذار خدایی. آی قاضی خیلی گرمه من الان سرخ میشم از گرما. من با شالت ست میشه. مرسی. اینو بذار تو رو خدا. نمیگم که بهت میخوای ماشینا بزنی؟ بیا بازار رو بیا تنگه میشه خف ببخشید منظورم ببخشید اشتباه شد. ببخشید جدی ببخشید. فکر کنم وقتی لحظه دوستانه ایم اشتباه شد. می‌خواستم بگم میشه ساکت چی؟ نه آخه فرباد دوستمه. با دوستادم راحت میشه. چه صافت من عاشق بودم که تو رو گرفتم. وای خیلی خوب گفت. وای از پاپت کمتر بودم برای تو. خیلی خوبه. چه ذوق. خیلی باحال. از پاپت برای تو کمتر بودم. یک بار دیگه اسم بابای منو بیاری من میدونم با تو. من عاشق بودم که با ازدواج کردم. چه صافت. بپرسم این بنگه می‌خواستم بپرسم. گوه نخور بابا. با خودم. با خودم آدم بعضی موقع لازم داره به خودش بگه گوه نخور. بایسته بسین بچه هم اکتا برید اکتایی که مرام میرفتیم